با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده های عزیز. من مومین احمدی با همکارانم از خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. امروز 6 اپریل است. نگاه کوتاه به محتوای برنامه. حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی بیت المقدس هنگام نماز عصر. این حادثه فلسطینیان را خشمگین کرده است. شرکت‌های مربوط به نزدیکان بیگ صبور خدای امام علی رحمان میلیون‌ها سامانه پولی انداز و برق را به بودجه دولت نسپردند. امروز تمام امکانیت‌های دولت رو استفاده می‌برند به منفعت‌های شخصی خود. وزارت گفت تعداد داوطلبان خدمت در صف ارتش تاجیکستان زیاد می شود، اما آنها هم هستند که نمی‌خواهند 2 سال خدمت نظامی کنند. چرا؟ بچه ها میترسن که میزنن به فکر من. اکنون ما زنیم که خدمت کنیم، نباشم خودمون به جای بچه همون میرفتیم. ورود پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی بیت المقدس هنگام نماز عصر در روز چهارشنبه و برخورد آن با نمازگزاران خشم و محکومیت کشورهای عربی را برانگیخت. مناقشات در این زیارتگاه مهم برای مسلمانان و یهودیان در ماه رمضان و در آستانه یک عید یهودیان صورت گرفت. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. عملیات پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی بیت المقدس فلسطینیان را به خشم آورد. کشورهای عربی هم این عملکرد ماموران اسرائیل را تنقید کردند. از سوی دیگر حمله ها از غزه به اسرائیل نگرانی ها از اوج گرفتن مناقشه ها را برانگیخت. شاهدان میگویند پلیس اسرائیل عصر چهارشنبه نمازگزاران را لطوکوب کرد و از تیرهای ریزینی هم استفاده برد. مناقشه در ماه رمضان و در آستانه عید فصح یهودیان صورت گرفت. معمولا عرب ها در رمضان شب را در مسجد هم روز می کنند. بر اساس یک تفاهم دیرینه در این منطقه تنها مسلمانان حق عبادت در مسجد الاقصی را دارند، اما یهودیان هم به طور افزاینده در اینجا که آن را حرم شریف می نامند آمده عبادت می کنند. الاقصی سومین محل مقدس برای مسلمانان به حساب می رود و در گذشته هم شاهد مناقشه ها شده است که سال 2021 به جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان در غزه کشید. شب گذشته از غزه به اسرائیل دست کم 9 موشک پرتاب کردند و اسرائیل هم در جواب به یک محل به قول خودش اسلحه سازی حماس ضربه زد. شاهدان میگویند تانک‌های اسرائیلی همچنین به منطقه‌های حماس در قسمت جنوبی نوار غزه شلیک کردند. حزیم قاسم سخنگوی حماس عملکرد ماموران پلیس اسرائیل را تنقید کرد. آنچه که در الاقصی رخ داد حمله نیروهای اسرائیل به نمازگزاران جنایت و نقض تمام قانون و حقوق انسان است و اشغالگران باید به جوابگری کشیده شوند. سازمان صلیب سرخ فلسطینیان میگوید که در الاقصی 12 فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل گفت فلسطینیان آشوبگر مسلح با چوب و سنگ خود را در مسجد محکم کردند و آنها را به عملیات وادار نمودند. 2 افسر پلیس اسرائیل زخمی شدند و 350 نفر را از مسجد بیرون کرده و بازداشت کردند. مناقشه انتقادی سخت کشورهای عربی از جمله اردن و مصر را برانگیخت که سعی دارند با میانجیگری آمریکا تنش‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل را کم کنند. پدر نورس 16 ساله از ناحیه رشت ادعا دارد که ماموران میلیسا پسرش را برای اعتراف به گناه مجبور کردند که شیمش را کشد. نورس را کارمندان میلیسا 30 مرد به دزدی یک مغازه گمانبر و بازپرسی کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، پدر این نابالغ از رفتار کارمندان پلیس رسما شکایت کرده است؟ سلام بینندگان عزیز. بله مومین، پدر نابالغ 16 ساله پس از آنکه از زبان پسرش شکنجه کارمندان میلیسا و تهدید آنها را میشنود به دادستانی ناحیه را شکایت برده است. حالا دادستانی ناحیه دزدی و شکنجه نورس را یک جای تحقیق دارند، ولی پرونده هنوز باز نشده است. نام و صدای نورس، پدرش و 2 مأمور میلیسا در اختیار رادیو آزادی است. ما با آنها صحبت کردیم، اما به دلیل‌های اخلاقی و قانونی نشر نمی‌شود. یکی از مفتشان امروز یعنی 6 اپریل به رادیو آزادی گفت ماموران میلیسا را بازپرسی دارند. پدر نورس به رادیو آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دادستانی ناحیه دعوت و با ماموران میلیسا روبرو کردند. به گفته پدرش، پسرش در این گفتگوی چشم به چشم به پروکرور نقل کرده است که کارمندان میلیسا او را مجبور کردند که در دزدی مغازه دهه دست داشتنش را اعتراف کند.
وقتی او اعتراف نمی کند از گوشش کشیده به دیوار زدن. نابالغ گفته است که یک کارمندان میلیسا او را مجبور کرده است شیمش را بکشد، چون گفته است شرم دارم به قبل پدر. آنها خودشون شیم و تهپوش نابالغ را پایان کرده و گفتند که تجاوزش میکنند. میرزا نبی، این ادعا بسیار جدی است. خود افسران میلیسا در این باره چی میگویند؟ واقعا در این موضوع نمیشد بدون احساس صحبت کرد. من با یکی از آنها صحبت کردم و او گفت که چنین کار را نکردند. حبیب الله سفالزاده از جمله سردار اداره کارهای داخلی نوآباد ادعا دارد که درباره بدرفتاری زیر دستانش دروغ میگویند و خودی ماجرا پس از آن سر زده است که محصولات یک دکان را در دهه یشمی ناحیه رشت شرق تاجیکستان دزدیدند. فروشنده یار محمد نظریف در صحبت با ما میگوید دزدی شب 29 مارس رخ داده است و نمیداند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفته است. کارمندان میلیسا گفتند یک روز پس از دزدی این نورس برای خانهشان مال و محصولات خریده است و محض همین دلیل که پول را از کجا پیدا کرده است سبب دعوتش به اداره میلیسا شده است. این بار اول نیست که نورسان و دیگر گمانبران از شکنجه و تهدید هنگام بازپرسی شکایت میکنند. سازمان‌های حامی حقوق بارها گفته بودند که حالت‌های زیادی زیر شکنجه میلیسا و گناه ناکرده اعتراف کردن گمانبران در جنایت ثبت شده است. این است مثلا. تشکر. میرزا نبی خالقزاد درباره ادعای یک پدر از رشت صحبت میکرد. دادگاه عالی قرقیزستان به قضیه پرسر و صدای تجاوز یک نابالغ از سوی میلیساها نکته گذاشت. دو میلیسای سابق که یک دختر 13 ساله را تجاوز کردند تا به 9 سال زندان محکوم شدند. این حکم جامعه و والدان نابالغ را که انتظار اعلان جزای سخت به میلیساها بودند حیرت زده کرد. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. والدان دختری تجاوز شده امید داشتند به آزاردهندگان فرزندشان حکم یک عمری داده می شود. وکیلان دفاع نه کمتر از 15 سال زندان طلب کردند، ولی دادرس‌ها این همه را به نظر نگرفتند. من با این حکم راضی نیستم. آنها یکدیگر را پشتیبانی میکنند. مراجعت من به مردم این است که به دادگاه و حکومت باور نکنید. خودی وکیلان دفاعی تجاوزگران میگویند که قرقیزستان وطن فساد است و اینجا همه چی را میشود خرید. قضیه تجاوز دختری 13 ساله از سوی میلیساها ماه آگوست سال 2022 جامعه قرقیزستان را تکان داد. نورس را گویا با اتهام دزدی گوشی یا ناوشنیک در بازار داردای بازداشت کردند. او را اول پاسبان بازار، بعد ناظر میلیسا عاید به کاربان بالغان و سپس دو کارمند وزارت کارهای داخله تجاوز کردند. آنها طول نیم سال با تهدید به زندان انداختن او دخترک را از دست به دست داده با او همخوابه شدند. دادگاه با توجه به آنکه عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند به آنها جزای سبک داده است. حامیان حقوق اصرار دارند که در جنایت های مخصوصا وزمین نباید سبکی ها به نظر گرفته شوند. برای بیان فکر در فیسبوک یک نفر 5 سال زندانی می شود، ولی برای چنین جنایت مخصوصا سنگین همگی 7.5 سال زندان می دهند. ناوابسته به حالتهای وزنین جنایت پیامد آن به جامعه و ناوابسته به آن که جودیده نابالغ است چنین حکم برآورده می شود. این از روی عدالت است. حامیان حقوق باور دارند که اعلان جزای سبک برای تجاوز نورسان می تواند سبب افزایش چنین جنایت ها شود. موردهای آزار جنسی نابالغان در قرقیزستان رو به بالاست. در اکثر حالت ها چنین جنایت ها درست تحقیق نمی شوند. طبق قاعده وقتی قربانیان آزار جنسی میبینند که تجاوزگران جزای سخت نمیگیرند، جریان عافیت بخشی یا طبابت آنها خیلی دیر دوام میکند. این البته به وضع روحی آنها تاثیر بد میرساند. وکیلان دفاعی دختری تجاوز شده میگویند او در حالت افسرده حالی شدید قرار دارد و باوری به آدمان را از دست داده است و به کمک روانی و برقرار شوی نیاز دارد. به بازبینی شدن قرار دادگاه نزدیکان دختری نورس و حامیان حقوق دیگر امید ندارند. شرکت مربوط به نزدیکان بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در شهر کولاب میلیون ها سامانه پول برق و انداز را به بودجه دولت نسپرده است.
بک صبور خدای ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و بسیاری ها بر این نظرند که او از این خویشتباری سوء استفاده میکند. در تاجیکستان برای مقامداران دولتی مشغول شدن به تجارت منع است، ولی بک صبور در گذشته تصدیق کرده بود که همزمان با کار دولتی تجارت نیز دارد. کیومر سیاتا گزارش دارد. شهری کولاب، بیناهای وابسته به نزدیکان بک صبور، رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان. بعضی را ساخته به استفاده دادند، بعضی دیگر هنوز ناتمام است. تا این دم شکایت درباره صفت ناخوب خانه ها زیاد صدا داده است. رادیوی آزادی حجت را به دست آورد که مطابق آن 8 شرکت و بینای وابسته به نزدیکان بک صبور تا آخر ماه ینور امسال زیاده از 2,600,000 سامانی پول برق را ندادند. اکثر قرض برق به نام کامل 2010 است. این شرکت به پسر بک صبور سیاوش ظهوروف تعلق دارد. مقامات قرض شرکت های وابسته به نزدیکان بک صبور را شرح ندادند، ولی تصدیق کردند که قرض کارخانه و اهالی از برق میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. کوشش ها برای صحبت با مسئولان کامل 2010 بی نتیجه بود. بک صبور نیز برای شرح موضوع دسترس نیست. بار اول نیست که قرض برق و انداز شرکت های زیر رهبری بک صبور و کارخانه های وابسته به نزدیکانش را انگشت نما می کند. بهرام عنایت زاده رئیس سابق کولاب 3 سال پیش اعلام کرده بود که شرکت کامل 2010 زیاده از 4 میلیون سامانی از انداز قرض دار است. دیر نگذشته خود بهرام عنایت زاده بازداشت و زندانی شد. بک صبور رئیس خدمات علاقه در صحبت گفته است پول برق و انداز را در وقتش می سپارند و چنین مشکل وجود ندارد. ولی منتقدان میگویند نزدیکی به رئیس جمهور به بک صبور و نزدیکانش اجازه داده است که پول برق و انداز را در وقتش نسپارند، در حالی که به گفته آنها سیم برق ساکنان برای قرضداری خرد زود بریده می شود. امروز تمام امکانیت‌های دولت رو استفاده می‌برند به منفعت‌های شخصی خود و تمام کارخانه‌های بزرگ صنعتی بزرگ که امروز در تاجیکستان کار فعالیت می‌کنند و آنها باید بودجه کشور را پر کنند و امروز متعلق هستند به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان. در اداره برق کولاب میگویند نام قرضداران بزرگ را به دادستانی پیشنهاد خواهند کرد. معلوم نیست که شرکت‌های وابسته به پیوندان بک صبور هم در این رویخط هستند یا نه. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که سالهای اخیر تعداد جوانانی که اختیاری به صف ارتش ملی میروند افزایش یافته است. عین زمان صحبت در کوچه و بازار و مسجدها زیاد است که تعدادی از جوانان از بیم سفربری به ارتش اینجا و آنجا پنهان میشوند. چرا در تاجیکستان جوانان اختیاراً به خدمت نمیروند؟ این سوال را همکاران ما مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدند. میترسم. بچه ها میترسن که میزنن به فکر من. اکنون ما زنیم که خدمت کنیم. نباشم خودمون به جای بچه همون میرفتیم. برای چی جوانو با خویش چون خدمت نمیره؟ برای با فکر ما که جوانو وزیره را ایما خفه نشون، حسی وطن دوستیشو بسیار در سطح پس قرار داده. این وطن هیچ خیلی است نیست. باید وطن برای حمایت کنی، در خدمت وطن باشی. راستی گپ در امون ویای قشون ها بسیاری ممکن که محیطشان یا که اون ویاشان بسیار اسکر بچه ها وفات کرده میویند یا که در آنجا آنها رو شکنجه میدهند چی میدهند ممکن برای همین سبب شک نمیدونم. راستی گپ خدمت نکردم دوره حاضر نمیدونم. آخه گپو بسیار یک نمیدونم. هیچ از حفظ وطن میگریزند. این هیچ معنی ندارد. ما باید خدمت کنیم در وطن. در کشوری آباد و زیبا زندگی داریم. باید خدمت کنند. اگر با پایانی برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو را هر ساعت در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، ادناکنسلیک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. با وبسایت cwazadi.org سر زنید. تا برنامه‌های دیگر خوش باشید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.